پیش از همه میnnatdori صمیمانه راهبریت وزارت کارهای داخلی را جهت همکاری متقابلا سودمند و ثمرناک در سمت تهیه و قبول قانونها به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اظهار می‌نمایند. لایحه قانون جمهوری تاجیکستان عاید به وارد نمودن تغییرات و اضافه‌ها و قانون جمهوری تاجیکستان درباره میلیسیا به ترتیب حقوقی تشبث قانونگذاری از جانب وکیلان مجلس نمایندگان و از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان تهیه و به بررسی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرده شده است. تغییرات و اضافه‌های وارد شونده به ماده‌های 2، 6، 9، 10، 11، 18، 19، 20 و 27 قانون رابطه داشته اساس آن را مطابق به تغییرات و اضافه‌ها به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان وارد شده قانون‌های جمهوری تاجیکستان درباره سندهای معیاری و حقوقی، درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان و درباره اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیای جمهوری تاجیکستان تشکیل می‌دهد. در قسم ششم ماده 1 لایحه قانون آمده است که در بند 7 ماده 11 کلمه جنایی به کلمه جنایتی عوض کرده شود. معیار مذکور این مطابقت به تغییرات و اضافه‌های وارد شده به کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و اقدام سریع‌وقتی میباشد. همزمان تکلیف می‌نماییم که به مقصد تأمین نمودن موافقت و همگرایی بین سندهای معیاری و حقوقی در همین معیار کلمه کشایند به کلمه آغاز نمایند عوض کرده شود. خلاصه عباره مذکور چنین افاده کرده شود: پرونده جنایتی آغاز نماید. تغییرات و اضافه‌های وارد شده به ماده 19 قانون به مسئله‌های کادری و کار با هیئت شخصی دخل داشته مطابق آن به خدمت میلیسیا تنها شهروندان جمهوری تاجیکستان که جوابگوی طلبات معیارها در قانونگذاری پیش بینی می شود قبول کرده می شود. همچنین طبق علاوه وارد شده به ماده ذکر شده کارمند میلیسیا بنابر قطع گردیدن شهروند جمهوری تاجیکستان یا صاحب شدن به شهروند دیگر از خدمت آزاد کرده می شود. بنابراین با نظر داشت گفته‌های بالا وزارت کارهای داخلی لایحه قانونی پیشنهاد شده را پررأی جانبداری می نماید. به دقتتان تشکر.